فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادرمون مندازهی از زاهدان سوال کردن که آیا با ظالم مبارزه کردن جهاد است؟ با ظالم یعنی ما از نظر شرعی یعنی مکلف هستیم که ظلم رو نپذیریم، نه بر دیگری ظلم بکنیم و نه اینکه ظلم را تا جایی که امکان دارد بپذیریم و ظلم رو از خودمون و از دیگران دفع بکنیم. اما در این زمینه حکمت لازم هست و علم و درایت لازم هست و چه بسا مواردی بوده که انسانی به خاطر دفع ظلم یک عمل نسنجیده را انجام داده و ظلم مضاعفی بر خودش و بر افراد خانوادهش و یا بر اهل منطقه اساساً یعنی دوباره اضافه شده و ضرر بدتر و مفسده بالاتری به وجود آمده. اما اگر منظورشون این هست که یعنی قیام مسلحانه‌ای باشه در یک جایی که مردم امن و امان هستند، که موردی نداره، نیازی نیست و بر نتایجش یعنی مطمئن نیستند، که مردم بیشتر از گذشته مورد ظلم و ستم قرار بگیرن، چون این چیزی نه از نظر شرعی جایز هست و نه هم از نظر عقلی. در حدیث معروفی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که امام مسلم در کتاب الاماره ذکرش کرده که من خرج من امتی یضرب برها و فاجرها، هر کسی که در میان امت من خروج بکند و قیام بکند و نیکوکار و بدکارش را با یک چشم نگاه بکند و بزند و لا یتحاشا من مؤمنها و لا یفی لذی عهد عهده، که نه احترام مسلمانی رو نگه می‌داره، نه معاهدی رو، کسی غیر مسلمانی رو که در کشور اسلامی به اون در واقع تأمین دادند نه اینو مراعات میکنه. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند نه من از او هستم و نه او از من هست. انسان باید مراعات بکند حقوق دیگران را، حقوق مسلمانان را، حقوق غیر مسلمانانی رو که در کشور اسلامی زندگی میکنند. همه اینها را به هیچ عنوان نمیشود و مجاز نیستیم ما که به عنوان مبارزه با ظلم و به بهانه دفاع از خودمان به دیگران در واقع تعرض بکنیم.